سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت اول دوره آموزشی شبکه عصبی کانولوشنی یا کانولوشنال نورال نتورک یا به اختصار CNN در خدمتتون هستم. قرار هستش که توی این جلسه با همدیگه یاد بگیریم شبکه عصبی کانولوشنی چی هستن اصلا، چطوری کار میکنن، چه مزیتی نسبت به شبکه های عصبی معمولی که دنس لیر دارن یا در واقع نورون ها اتصال کامل به همدیگه دارن مزیتشون چیه در واقع، و یه چند تا مثال ببینیم که اینا چطوری کار میکنن و چه لایه های مختلفش چجوری به همدیگه وصل است. فقط قبل اینکه استارت بزنین مطمئن بشین که اگه ویدیو براتون مفیده حتما لایک بکنین، تو کانالمون سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله رو اون پایین بزنین که اگه ویدیو آموزشی جدید گذاشتم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. همچنین با دوستانتون اگه به اشتراک بذارین باعث میشه به رشد کانال کمک بکنین که این کار باعث دلگرمی من میشه این مسیر رو ادامه بدم. بریم با هم دیگه استارت بزنیم. اول از همه بیایم یه سوال کلی رو پاسخ بدیم. این در واقع دیتایی که داریم میبینین برای دیتا ست امنیست هست که تصویر دست نوشته اعداد مختلف از 0 تا 9 رو در بر میگیره. خب سوالی که من دارم براتون این هست که شما به عنوان یک انسان وقتی تصاویر این اعداد رو میبینید چجوری میفهمین این کدوم عدده؟ چجوری مثلا میفهمین این عدد 5 این عدد 1 هستش؟ یه ذره بهش فکر بکنین. خب اگه یه ذره عمیق بشین میبینین که توی ذهن خودتون، تو ناخودآگاهتون وقتی بچه بودین و عددا رو یاد میگرفتین اومدین یه سری نشونه گذاشتین. مثلا گفتین عدد 1 یه خط از بالا به پایین تموم شد رفت. عدد 0 یه دایره است، یک منحنی بسته است. عدد 5 یک منحنی هستش که از بالا سمت راست شروع میشه تا پایین، انگار دو تا نیم دایره، یه نیم دایره 1 یه نیم دایره 2 رو به هم وصل کردن. عدد 4 معمولا 3 تا لبه داره، انگار یه خطیه که بعد یه دونه دندونه بهش اضافه کردیم. یا عدد 3 انگار 3 تا دندونه باید داشته باشه، یکی دو تا سه تا که از سمت راست منحنیه. یا مثلا عدد 6 یه دایره‌ایه که بالاش اومده در واقع اضافه شده، عدد 6 انگلیسی منظورمه. به خاطر همینه که اگه این عدد رو بهتون نشون بدن، چون ممکنه بعضیا بگن این 6 بعضیا بگن 5، چون این دایره پایین و بالا شبیه 6 رو داره و در عین حال شبیه عدد 5 هم هست. حالا دستخط اون بنده خدایی که اینو نوشته این شکلی بوده، یه ذره ممکنه گیج کننده باشه. پس شما میاین از اطلاعات مکانی تصویر استفاده میکنین برای اینکه بتونید تشخیص بدین اون عدد توی تصویر چی هستش. یا به طور کلی اگه بخوایم یه ذره بزرگتر فکر بکنیم، مثلا تصاویر اشیاء مختلف رو بهتون میدن بر اساس نحوه قرارگیری اجزای مختلف نسبت به همدیگه. مثلا میتونید بگین تصویر میز، صندلی، نمیدونم ماشین، دوچرخه و الی آخر هستش. اوکی. خب توی شبکه‌های عصبی معمولی کاری که ما کردیم توی پروژه مربوط به شبکه عصبی عمیق توی دوره دیپ لرنینگ رو دیدیم. اگه دوره دیپ لرنینگ رو ندیدین حتما بریم ببینین. قبلترش اگه دوره ماشین لرنینگ رو هم ندیدین حتما بریم ببینین. بهتره ترتیب یادگیریتون اینطوری باشه که اول دوره ماشین لرنینگ رو ببینین، کامل بفهمین ماشین لرنینگ چی هستش، بعد برین دوره دیپ لرنینگ رو ببینین، بعد این دوره رو استارت بزنین. پس اگه آشنایی با ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ ندارین بهتون توصیه میکنم برین اون ویدیو رو ببینین، لینکش رو پایین میذارم. توی شبکه عصبی معمولی ما دیدیم که تصویر رو میگرفتیم، باید با استفاده از لایه فلتنینگ این رو به در واقع وکتور تبدیلش بکنیم. یعنی یک تصویر دو بعدی رو بگیریم به یک وکتور یا یک بردار یک بعدی تبدیلش کنیم. همینطور که اینجا میبینین تصویر عدد 9 رو هی میگیریم به بردار تبدیلش میکنیم، بعد اینا تو نورون های مختلف تو لایه های مختلف پخش میشه این داده و بعد تشخیص میدیم که این عدد 9 هستش. خب چه مشکلی داره؟ مشکل اول اینه که میبینیم تک تک نورون ها به نورون های لایه بعدی وصله، اتصالات خیلی زیادی داره، پارامترهای خیلی زیادی داره. پس اگه سایز تصویرم خیلی زیاد بشه طبیعتا تعداد نورون ها خیلی زیاد میشه، محاسباتم خیلی زیاد میشه، نیازمند سخت افزار زیاد و زمان زیاد برای محاسبه هستم که خب این منطقی نیست دیگه. این اولین مشکل. مشکل بعدی اینه که وقتی من دارم تصویر رو به وکتور تبدیل یا به بردار تبدیل میکنم دارم اطلاعات مکانی این تصویر رو از دست میدم. خب دیگه شبکه‌م چجوری میخواد تشخیص بده این پیکسل ها ممکنه به هم دیگه ارتباط داشته باشن یا محل قرارگیری این پیکسل مهم هستش. خب شبکه عصبی عمیق معمولی که لایه های نورون بیسته که فولی کانکتد هستن
یعنی هر نورون به تمامی نورون های لایه بعدی وصله، این مشکل بزرگ رو دارن. وقتی سایز تصویر بالا میره محاسبات و پارامترها خیلی زیاد میشه، ویژگی مکانی این پیکسل ها رو نسبت به همدیگه در نظر نمیگیرن. در عوض ما شبکه عصبی کانولوشنال نورال نتورک رو داریم که با در واقع ابداع اون یاد گرفتیم چجوری به ماشین بفهمونیم که بیاد از اطلاعات مکانی هم استفاده بکنه. یعنی به جای اینکه نورون هایی داشته باشیم که به تمامی نورون های لایه بعدی وصلن و فقط ورودی تک بعدی میگیرن، یه شبکه‌ای بسازیم که ورودی 2 بعدی 3 بعدی هم بگیره و بتونه محاسبات رو به صورت تصویر، به صورت ماتریسی انجام بده، به جای اینکه محاسبات رو به صورت برداری انجام بده. مثلا تصویر گل، وقتی تصویر گل رو میبینین چجوری تفکیک میکنی این رو مثلا با تصویر نیمرو که سفیده و زرده وسط و نیمرو وسط، نیمرو کناره هاشه، چجوری این گل رو تفکیک بکنیم؟ خب گلبرگ‌هاشو میبینیم، تفکیک این گلبرگ‌ها رو میتونیم ببینیم وسطش با مثلا هسته در واقع تخم یا زرده تخم مرغ فرق میکنه، اینطوری میتونیم تفکیک انجام بدیم. پس اگه مثلا رو گلبرگ‌ها متمرکز شیم تو این قسمت، میتونم یه سری عملیات ماتریسی انجام بدم، به جای اینکه روی بردار انجام بدم عملیات ماتریسی انجام بدم، ویژگی رو اونجوری حساب کنم یا فیچر رو اونطوری حساب بکنم. بشه لایه بعدی. تو لایه بعدیش حالا مجموعه از اون فیچرهایی که حساب کردم تو اون لایه دوباره روش یه سری محاسبه ماتریسی انجام بدم، بشه ویژگی لایه بعدی. دوباره تو لایه جدیدتر یه سری از ویژگی ها رو در نظر بگیرم، دوباره محاسبات ماتریسی بزنم، با این کار هی سایز تصویرم کوچیکتر بشه. انقدر سایز تصویر کوچیک بشه که دیگه ارزش داشته باشه که من بیام از نورال نتورک استفاده کنم، به شبکه عصبی معمولی با نورون های فولی کانکتد استفاده بکنم. اوکی، اینطوری میتونم بیام عمل تشخیصم رو انجام بدم. در واقع یه سری لایه های کانولوشنی استفاده میکنم با استفاده از فیلترها و عمل کانولوشن ماتریسی. فیچرهای مکانی یا ویژگی های مکانی رو پیدا میکنم، بعد با استفاده از فولی کانکتد لایرها میام تفکیک میکنم. مثلا بریم یه ذره دقیق‌تر و عمیق‌تر بررسی کنیم. فرض بکنین اینجا شما به عنوان یک انسان مثلا فرق گورخر و ماهی رو چجوری تشخیص میدین؟ مثلا گورخر میگین پا داره، پس اگه رو ویژگی پا در نظر متمرکز بشیم اینجا برای مثال و کرنل یا فیلترمون، بچه کرنل فیلتر هم بهش میگن، بندازیم روش، میتونیم بیایم عملیات کانولوشن رو انجام بدیم، یه فیچر حساب کنیم. پس هر کدوم از این کرنل ها وقتی میفته روی بخشی از تصویر، یه دونه ویژگی یا فیچر توی لایه بعدی میشه. خب حالا مجموعی از این فیچرها دوباره انگار این لایه بعدی هم یه تصویر درست میشه دیگه، دوباره رو اون تصویر میایم فیچر اکسترکشن میزنیم، میشه یه فیچر جدید تو لایه بعدی، دوباره اون یه تصویر هستش. همین کار رو انقدر انجام بدیم که سایز خروجیمون به اندازه کافی کوچیک بشه و فیچر اکسترکشنمون، استخراج ویژگیمون کامل بشه. بعد میایم لایه فلتن استفاده میکنیم و میایم با استفاده از شبکه عصبی معمولی یا در واقع دنس لیرها عملیات تشخیص یا کلاسیفیکیشن رو انجام میدیم. حالا یکی ممکنه بپرسه بگه خب فلتن رو چرا داریم اینجا استفاده میکنیم، یهو اینجا استفاده میکنیم دیگه؟ دو تا دلیل داره. اولین دلیلش همونطوری که گفتم، اگه همون اول بذاریم سایز تصویر خیلی بزرگ باشه، محاسبات خیلی زیاد میشه چون پارامترها خیلی زیادن. دومین مسئله اینه که الان که ما این کار داریم میکنیم، داریم ویژگی‌های مکانی رو به هم دیگه ربط میدیم و ازشون استفاده میکنیم. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که چجوری محاسبات انجام میشه؟ عملیات کانولوشن ماتریسی اصلا یعنی چی؟ خب توی این تصویر بهتر میتونین ببینید. شما یه چیزی دارین به اسم فیلتر. حالا میتونه فیلترهای متفاوت باشه، میتونه فیلتر لبه یاب باشه، میتونه فیلتر مثلا شارپن فیلتر باشه که تصویر رو شارپتر میکنه، میتونه نمیدونم فیلتر گوسی باشه، میتونه فیلتری باشه که تصویرتون رو بلر میکنه یا مات میکنه، در واقع لبه ها رو ازش از بین میبره و الی آخر. فرض بکنید یه فیلتر دارین، مثلا اینجا 3x هست، یه تصویر ورودی هم دارین، کافیه مرکز این فیلتر رو بندازین رو مرکز پیکسل ها. خب از این پیکسل نمیتونم استارت بزنم. چرا؟ چون اگه از این پیکسل استفاده بکنم 8 رو بندازم روش، این قسمت بالایی چون دیتا وجود نداره قابل استفاده نیست. پس میام از این 76 استارت میزنم، 8 رو میندازم رو 76،
مثل این میمونه که این مربعه کلا افتاده رو این مربع بالایی همونجوری که الان دیدی. بعد حساب کتاب میکنم، میرم مربع بعدی، میرم مربع بعدی، این پنجره رو هی تکون میدم همینطور که تو این تصویر دارین میبینید. خب حالا بریم واسه یکیش این کار رو انجام بدیم. فرض بکنید این تصویرتونه، این هم در واقع فیلتر یا کرنلتونه. من قرار هستش که این ستایه رو بندازم از این گوشه سمت چپ بالا روی تصویر. انگار این قسمتی که سبز رنگه کل تصویر آبیه، انگار این فیلتره رو انداختم. خب عدد 1 افتاده رو 7، پس میشه 7 ضرب در 1 به اضافه عدد 4 افتاده رو 1 دوباره 4 ضرب در 1 به اضافه 3 افتاده رو 1 دوباره 3 ضرب در 1 به اضافه عدد 2 رو 0 افتاده میشه 2 ضرب در 0، 5 روی 0 افتاده، 3 روی 0 افتاده و همینطوری الی آخر. اینا رو همه رو جمع میکنیم میشه 6. خب اولین، پس ما کجا بودیم؟ بالاترین نقطه سمت چپ. پس بالاترین نقطه سمت چپ جواب میشه عدد 6. بعد شیفتش میدم، میگم خب این مربع آبیه رو یه دونه ستون بیا این ورتر، انگار این ستون دیگه تمام میشه. این سه تا ستون 2 3 4 در نظر گرفته میشه، یعنی این و این یکی. این سه تا رو حساب میکنم، حساب کردم میذارمش اینجا جوابش رو، میرم مرحله بعد این یکی سه تا رو در نظر میگیرم، حساب میکنم میذارم اینجا. خب ستون هامون تمام شد. میام دوباره سمت چپ یه دونه میام پایینتر، یعنی این سه تا رو در نظر میگیرم، یعنی این در واقع حالت انیمیشنی ببینیم با هم دیگه تموم شد. این سطر دوباره یه ستون اینور یه ستون اینور، ستون ها تموم شدن، میرم سطر بعدی و الی آخر. حساب کتاب میکنم، آخر سر محاسباتم تکمیل میشه و فیچر وکتور لایه بعد پیدا میشه. حالا فیچر وکتور لایه بعد رو روش حساب میکنم و میبینم که دوباره همینطوری تا انتها مشخص میشه، یعنی اون ماتریس ها رو که حساب کردم میشه این رو جواب دوباره همون حرکت رو میزنم، انقدر میزنم که کوچیک و کوچیک‌تر بشه. اینجا هم حالا به صورت سه بعدی یه بار دیگه ببینیم. ستون های مختلف رو میرم، ستون ها تمام شد میرم سطر بعدی و الی آخر. خیلی هم راحته دیگه. فیلتر رو میندازیم روی اون ماتریسمون از یه نقطه شروع، تک تک المان های نظیر به نظیر رو تو هم دیگه ضرب میکنیم، جمع میکنیم و آخر سر. خب حالا ممکنه سوالی که پیش بیاد براتون این باشه که خب سایز داره کوچیک میشه. بعضی وقتا ممکنه ما نیاز باشیم که همین سایز رو حفظش بکنیم، یا یه سوال دیگه ممکنه پیش بیاد این که بگیم این وسط رو از اینجا داریم استارت میزنیم، این اطلاعات لبه ها رو داریم از دست میدیم. برای اینکه این مشکل رو حل بکنن میان زیرو پدینگ یا به اصطلاح پد میکنن با صفر به لبه های تصویر، کل تصویر رو دورش و یه سری پیکسل های صفر میذارن دیگه. حالا میتونن از این دیتا 60 استارت بزنن و الی آخر برن. با این مشکل مسئله رو حل میکنن. یه ذره عمیق‌تر هم اینه که حالا این تصویر دو بعدی هستش که سیاه‌سفیده. اگه تصویر رنگی داشته باشیم ما 3 تا چنل رنگی داریم یا کانال رنگی داریم، RGB Red Green Blue، در واقع قرمز، سبز و آبی. برای اینکه محاسبات رو روی اون انجام بدیم روی تک تک در واقع چنل ها قرمز، سبز و آبی محاسبات ماتریسیمون رو انجام میدیم. بعد آخر سر جواب های کلش رو با هم دیگه جمع میکنیم. یعنی یه ماتریس سه بعدی یا در واقع تنسور سه بعدی میشه یک ماتریس، چون با هم دیگه داره جمع میشه. خب حالا این نحوه محاسبات رو دقیق تر توی جلسه بعدی میبینیم با هم دیگه. اینجا فقط خواستیم یاد بگیریم که شبکه عصبی کانولوشنی چیه، چطوری کار میکنه و چرا اصلا لازم هستش که توی کار کردن با تصاویر ازشون استفاده بکنیم. امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو براتون مفیده خیلی ممنون میشم لایک بکنین، تو کانالمون سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله رو پایین بزنین که اگه ویدیو جدید گذاشتم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. حتما اگه حس میکنین برای دوستانتون میتونه مفید باشه با دوستانتون شیر بکنین. با این کار به رشد کانال کمک میکنین و باعث دلگرمی من میشین که این مسیر رو ادامه بدین. در واقع برین حتما دوره‌های قبلی رو ببینین، ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو، قبل از اینکه جلسات بعد رو استارت بزنین اگه ندیدین، چون لازمه و در واقع پیش زمینه این دوره خواهد بود. خیلی ممنون که با ما همراه هستین. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.